درود بینندگان عزیز، سوالات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. من شعله گلخوجه هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 4 ایون. شرکت‌های روسی به فروش بلیط‌ها به سمت تاجیکستان آغاز کردند، ولی مقامات تاجیک میگویند که هنوز به پروازها اجازه ندادند. راه بسته فراوانی در بازارها، محدودیت در صادرات میوه و سبزیجات موسمی به نرخ محصولات در داخل تاجیکستان تاثیر کرد. بازار خدا با شکر فراوانی بازار تمامی چی هست، لیکن نرخ کمتر بالا رفته. انداز نیست، معاش هم نیست. آموزگاران مکتب‌های شهر کولاب را تأخیر چند ماه در پرداخت یک مزد دلسرد کرده است. این حوض فامیلی من برای مغازین ما قریب 200 قدر مغازین بالا قرض نمیتن دیگه، معلمی قرض نمیتن. این معلمه چرا میگه که من رفتم مرا قرض ندادن. و شروع میکنیم از موضوعی که بیشتر از همه درباره آن دانستن میخواهید، یعنی کی پروازها از روسیه به تاجیکستان برقرار میشود. در حالی که دو شرکت هواپیمایی روسی به فروش بلیط به سمت تاجیکستان آغاز کردند، مقامات تاجیک خبرها را درباره شروع پروازهای بین‌المللی از جمله به جانب روسیه رد نمودند. مسئولان آژانسی آویاسیون شهروندی تاجیکستان گفتند رفتهای هوایی تنها بعد به اعتدال آمدن وضع وابسته به کرونا ویروس نو امکان پذیر خواهد شد. پرواز هواپیماها از تاجیکستان به خارج و برعکس از نیمه دوم ماه مارس قطع شده است. مولارجب یوسفی موضوع را پیگیری کرد. خبر آغاز شدن فروش چپته های هواپیما از روسیه به تاجیکستان و برعکس بسیاری ها بخصوص مهاجران را خرسند کرد. در یک روز اخیر چندین نفر از رادیو آزادی پرسیدند که آیا درست است که فروش چپته های هواپیمایی آغاز شده است، اما مقامات تاجیکستان روز 4 ایون این خبرها را رد کرده و گفتند به یگان شرکت هواپیمایی اجازه پرواز مستقیم از روسیه به تاجیکستان و برعکس را ندادند و حالا معلوم نیست که پروازهای مستقیم کی از سر گرفته می شوند. آژانسی آویاسیون گراژانی روز 4 ایون با پخش یک بیانیه گفت پروازهای دائمی به روسیه و دیگر کشورها تنها پس از معتدل شدن وضعیت عاید به بیماری کووید 19 عملی کرده می شوند. اظهارات اینها در پی آن صدا می دهد که چندی از شرکت‌های هواپیمایی روسی از فروش چپته‌ها به سمت تاجیکستان خبر دادند. آژانسی آزیا پلوس از قبل شرکت یوتر نوشت این شرکت به فروش چپته‌ها به سمت دوشنبه شروع کرده است و در سامانه شرکت نوشته شده است که پروازها به سمت دوشنبه از روز 30 ایون شروع می شود. همین طور شرکت اورالسکی اویالینی هم به مشتریان چپته‌ها به سمت تاجیکستان را بعد از 13 ایول پیشنهاد کرده است، هرچند مسئولین نمایندگی این شرکت در دوشنبه از آغاز پروازها اظهار بیخبری کردند. آژانسی آویاسیون گراژانی تاجیکستان از شهروندان خواسته است از خریداری چپته‌های هواپیمایی فعلا خودداری کنند. سفارت روسیه در تاجیکستان هم روز 4 ایون در یک بیانیه گفت به شهروندان توصیه نمی‌دهد که فعلا چپته هواپیما بخرند. مقامات تاجیک گفتند هنوز معلوم نیست که پروازهای هواپیما از تاجیکستان به روسیه و دیگر کشورها کی شروع می‌شوند. ضمناً قرقیزستان از 15 ایون به پروازهای بین‌المللی از فرودگاه‌های این کشور اجازت می‌دهد. سردار آژانسی آویاسیون گراژانی قرقیزستان میگوید فعلا آنها نقشه دارند هفته تا 17 پرواز از خارج به قرقیزستان و برعکس انجام داده شود. پیشتر مقامات قرقیزستان اطلاع دادند که از 5 ایون سال روان پروازهای داخلی را برقرار می‌کنند. در این بین عثمانی ترکیه نیز از روز 1 ایون با نظرداشت چاره‌های احتیاطی برای پروازهای داخلی باز شد. خبرگزاری ها از ترکیه اطلاع دادند که شاید حریم هوایی این کشور سر از 15 ایون برای پروازهای بین‌المللی اجازت خواهد داد. بسته بودن مرزهای بین کشورها در ماه‌های اخیر نه تنها به رفت و آمد ساکنان مشکل ایجاد کرده است، بلکه به بازارهای تاجیکستان نیز تاثیر گذاشته است. به فرق از سالهای قبلی در این موسم کشاورزان ناچار محصولات خود را به بازارهای داخلی برآوردند، زیرا راه برای صادر کردن میوه و سبزیجات فعلا نیست. چون این وضعیت در بازارهای تاجیکستان فراوانی را به میان آورده و سبب تا اندازه پایین رفتن نرخ‌ها شده است. اما با این هم خریداران در صحبت با شهلای عبدالله گفتند نرخ در این دوره باید از این هم ارزان‌تر باشد.
کاهش نرخ میوه و سبزیجات که حالا در بازارهای شهر فراوانند ساکنان شهر را تا جای خوشحال کرده است. نرخ 1 کیلوگرم زردآلو که سال پیش در این موسم 25 سومانی ارزش داشت، این سال آن را با نرخی از 15 تا 8 سومان خریدن امکان دارد. مثلا همش تاجیکی خدمات طبیعی نسبت به هر سال امسال نرخ نواش ارزان‌تر مقصد. سبب کاهش نرخ را تاجران در بسته بودن مرزها و محدودیت در صادرات میوه و سبزیجات موسمی ارزیابی میکنند. سالهای گذشته به دیگر شهرها وای میکردن، میوه تقسیم میکردن. این سال فقط تاجیکستان ما خودشون استعمال کردن. اما آنهایی هم هستند که میگویند با وجود نسبتاً پایین رفتن نرخ همانا شرایط خریداری میوه دلخواهشان را ندارند. در شرایط امروزه تاجیکستان البته باید که این نرخ نباشه. ساکنان میگویند مخصوصاً در شرایط پاندمی که طبیبان خوردن میوه‌های تر و تازه را توصیه می‌دهند، نرخ آنها باید ارزان باشد. نظر بابا گوید اگه که مثال خیلی نیست بازار به خیلی گم نیست بازار خدا با شکر فراوانی بازار تمامی چی هست نکی نرخ کمتر بالا رفتگی. فراوانی میوه و سبزیجات در بازارهای دوشنبه در حالی است که 2 ماه قبل نرخ کارتوشک که مردم از آن نان دوم هم نام میبرند یک بار بالا رفته بود. 1 کیلو کارتوشک در بازارهای دوشنبه از 8 تا 10 سومانی ارزش داشت که در مقایسه با دوره سال گذشته 3 مراتب گرانتر بود. دهقانا کاری در محصولات فراوان یازی اما اینجا هست سریچه ارزان‌تره. در همین حال بعضی از دهقانها از چند مراتب پایین رفتن نرخ حاصل خود شکایت میکنند. به گفته آنها اگر سالهای قبلی حاصل سبزیجات را به روسیه صادر میکردند، حالا تاجران عمده خرید داخلی محصولات را از کشاورزان خریده به ولایت سوخت انتقال میدهند. از این خاطر مجبورند با قیمت‌های پایان محصولاتشان را فروشند. در شرایط پاندمی که مرزها بسته است، کارشناسان میگویند فراوانی بازار میوه و نرخ نه چندان گران آنها خاص دیگر همسایه کشورها نیز شده است. بینندگان عزیز، تو این لحظه برنامه ما درباره پاسخ اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان وابسته به فروش بلیط‌ها از سوی شرکت‌های هوایی روسی و نرخ میوه و سبزیجات در بازارها گزارش داشتیم. بعد یک آگاهی برنامه را با گزارش‌ها از تاجیکستان و به ویژه لغو امتحان‌ها در مکتب‌های میانه و پرداخت نشدن معاش معلمان در منطقه کلوب ادامه خواهیم داد. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. ختم کننده های مکاتب میانه تاجیکستان امسال بدون سپاریدن امتحانات ختم نامه کمالشان را دریافت میکنند. چون این تصمیم که به خاطر پیشگیری از ویروس کووید 19 گرفته شده است، در بین آموزگاران و خود معلولین واکنش های مختلف را به بار آورده است. اما تحلیلگران میگویند در شرایط فعلی که در پله‌های ترازو حیات انسان و دانش قرار دارد، البته برتری به حیات داده خواهد شد. ادامه را در گزارشی به رادیو صوفی تماشا میکنیم. پاندمیای کرونا ویروس اخیراً امتحانات ختم مکتب بچه‌های تاجیکستان را نیز لغو کرد. بهای نامه کمال ختم کنندگان صنف‌های 9 و 11 مکتب‌های تحصیلات عمومی به گذشتن از امتحانات و بر اساس بهای جنبسته چهارک تحصیلاتشان گذاشته خواهد شد. این تصمیم بر اساس قرار ستاد جمهوریوی پیشگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 گرفته شده است. از وزارت معارف تا هنوز این قرار ستاد در حال آموزش است. دستور شده است که وزارت معارف از بالای گذراندن اتستاسی‌های ختم نظارت جدی برند تا اینکه شفافیت و اون دستوراتی که از طرف رهبریت ستاد داده شده است همون به طور شفاف برآورده شود. اما در ضمن آزمون برای دریافت مدال‌های طلا و نقره ختم مکتب طبق معمول برگزار خواهد شد. آموزگاران تصمیم لغو امتحانات ختم در مکتب‌ها را تدبیر اجباری در شرایط پاندمیای کرونا ویروس عنوان می‌کنند و اما بر اینند که لغو امتحانات بر صفت دانش خوانندگان به تاثیر منفی نخواهد ماند. از روی چوریک بها گذاشتن به این خوانندگان، یعنی اون خوانندگانی که عموماً
در فکر درس و خواندن و بهایشان نبودن الان خیلی باز به اهمیتی خود رو یعنی دوام میدهند. شاید که دیگر در امتحان داخل شوی نیز آنها کمی بی‌پروا باشند. ба гуфтаи омӯзгорон ҳудуди 15% барномаи таълимии соли хонишро мактаббачаҳо наомӯхтаанд ва ин албатта замони имтиҳоноти дохилшавӣ ба мактабҳои олӣ ва махсус нақши манфии худро хоҳад гузошт. аксари хатмкунандагон мегӯянд аз имтиҳоноти хатм интизороти бештар доштанд ва масъулияташон барои имтиҳоноти дохилшавиро бештар мекард. масалан агар бо экзамен месупурдем хубтар мешид ки барои 3 мешид, агар 4 мегирифтем, агар ки 4 мебудам 5 мегирифтем. Теда хубтар мешида. бо иллати густариши пандемияи коронавирус дарсҳо дар макотиби миёнаи тоҷикистон аз 25 апрел қатъ карда шуд. соли ҷорӣ макотиби тоҷикистонро 162 000 синфи 9 ва бештар аз 123 000 синфи 11 хатм хоҳад кард. масъулони маркази миллии тестӣ мегӯянд имтиҳоноти қабул ба мактабҳои олӣ ва миёнаи махсус дар муҳлати муқарраршуда баргузор хоҳад шуд. аммо муаллимони шаҳри Кулобро мушкили нагирифтани маошро афтода кардааст. онҳо мегӯянд чанд моҳ ба ин тараф ҳақмузди худро дарёфт накарданд. мақомоти маҳаллӣ ваъда медиҳанд ки ба зудӣ пули муаллимонро пардохт хоҳанд кард, вале то он дам ба гуфтаи мусоҳибони маҳмудҷон раҳматзода онҳо дигар намедонанд зиндагиашонро аз кадом ҳисоб пеш баранд. ина мисол бигирам ато ина ҷалол ина бория карточка гиртем пиёз гиртем. ин омӯзгорон дар шаҳри Кулоб рӯйхати қарзҳояшон дар даст маоши 2 моҳаи пардохт нашудаашонро интизоранд. онҳо мегӯянд давоми ин 2 моҳ маҷбур шуданд ки барои пиёз, картошка ва дигар лавозимоти рӯзгор қарз гиранд то хонаводаашон гурусна намонад. моҳи сеюм аст ки то ҳол мо маблағи кори гирифтагӣ нестем ва аз ҷиҳати манамин маош нарасидан беҳад танқисӣ азият кашидистем. ҳамкорони эмомалӣ ҳам мегӯянд напардохтани маошашон онҳоро нигарон кардааст, чун баъзеашон аз бонк ҳам қарздор будаанд. махсусан андоз бояд бухгалтериш мега ки мега охи ами қишлоқ да меван мехӯранд. мо харида хӯрем, талабара киштао худа бачо намешавад. мо ҳама чиза мехарем, помидор, бодинг, ранги шаҳрорӣ. мо ҳама вақт ба маош сари мо таъмин карданем. шахсан ман худам духтараки инвалид дорам. ина 31 сола инвалид дорам. ما برای هر دارو خریدن او قیابته که شهر قرض میگیرم اینا حوض فامیلی من برای مغازین ما قیب 200 سم قرض دارم مغازین بالا قرض دارم نمیتونم میگم معلمی قرض نمیتونه اینا معلمی کوچه میگه که من رفتم مرا قرض ندادن ما معلمیم دیپلم گرفتیم که با گردن بلند زندگی وقتی خونه دهقان قصد کنی میره است گپ ایزو میکشی. اما برخی آموزگاران دیگر میگویند که بیماری کووید 19 برای مقامات یک بهانه شده است. با گفته آموزگاران در گذشته 1 ماه به تاخیر معاش میگرفتند، بعد این بیماری الکی تا 3 ماه طول کشیده ایستاده است. میرزا علی سعیدوف آموزگار دیگر میگوید که در مکتب آنها زیاده از 70 نفر کار میکند و همه دستنگری معاشند. اثر اسیران میگه که آهی دردآلودی من گر برود تا به فلک تا سوراخ شود از آسمان به زمین آید ملک. روزیگه با گوی شکایت میکنیم میره عرض میکنیم میگه که سوم نیست، اول شهر تامین میکنیم بعد دهوته. روزیگه دل زده شدیم، همین کاری که اوزی میکنیم دلمون موندگی عموما نمیشه زندگی را به پول و به اخراج تصویر کردن. ضمناً این باری اول نیست که آموزگاران در شهر و نواحی منطقه کلاب از نگرفتن معاششان شکایت میکنند، ولی مقامات نپرداختن معاش آموزگاران را به اجرا نشدن نقشه انداز وابسته میدانند. و президенти Беларусь Александр Лукашенко 2 моҳ пеш аз интихоботи президентӣ ҳукуматро ба истеъфо фиристод. дар ин бора рӯзи 3 июн телевизиони давлати Беларусь хабар дод. интихобот рӯзи 9 август баргузор мешавад ва интизор меравад ки Лукашенко 65 сола бори шашум дар овоздиҳӣ пирӯз эълон мешавад. ҳеҷ як интихобот дар Беларусь баъди соли 1994 мутобиқ ба меъёрҳои интихоботи шаффофу демократӣ эътироф нашудааст. ин хабари охирини барномаи имрӯз буд. сипос ки то ин дақиқаҳо бо мо ҳамроҳ будед. то суҳбати баъдӣ метавонед аз вебсайти радиои озодӣ зернишони cw.ozodi.org истифода кунед. наворҳои ҷолиб дар озодӣ видео канали мо дар ютуб гузошта мешавад. ҳамзамон саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ дар хизмати шумо айзон аст. субҳи фардо ман шуморо дар навиди бомдодӣ бо хабарҳои тоза мунтазирам. то фардо худро эҳтиёт кунед.